کم بودن شماره داوطلبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در ناحیه خاولینگ اعضای حکمان را نگران کرد، زیرا ساکنان ناحیه مذکور در چهاره‌بینی‌های فرهنگی همیشه فعال بودند. به حکمان رویخط 13 نفر اشتراکچی پیشنهاد گردید و آزمون آغاز یافت. از سرشوی آزمون آماده نبودن اکثر اشتراکچیان به چشم رسید، زیرا نه داوطلبان و نه نوازندگان از عهده اجرای سرود و آهنگ‌ها نمی‌برآمدند. حکمان که یک قسمشان از حساب متخصصان ورزیده بودند و نوازندگان و داوطلبان کمک رسانیدند. تا آخری برآمد داوطلبان حکمان کوشیدند یک قسم اشتراکچیان را به دور نوبتی راه دهند. این نفران نسبت به دیگر اشتراکچیان برتری داشتند. من امروز در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم. سرود تاجیکستان را پیشنهاد کردم، به اعضای حکمان پسند آمد، مرا به دور ولایتی راه دادم. اولین بار است که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک میکنم. من در این آزمون با دیتار آهنگ خلقی را نواختم که به اعضای حکمان خوش آمد و مرا به دور ولایتی راه دادند. من کوشش میکنم که در دور ولایتی سزاوار جایهای نمایان گردم. اطلاع دادند که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه برای در سطح بلند دایر گردیدن این آزمون مبلغ ضروری جدا نموده است و سالهای قبلی نیز هم مبلغ جدا کردند و هم غالیبان را قدردانی. دستگیری البته از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خاولینگ هست. مبلغ گذاری میشوند. همه ساله غالیبان آزمون که به دور ولایتی و جمهوری راحت میگیرند با سپاسنامه ها و مکافات های پولی سرفراز گردانده میشوند و این سال هم زیاده از 17,000 پیش بینی گردیده است. آماده نبودن اکثر داوطلبان را متخصصان از بی‌اهمیتی رهبریت بخش فرهنگ نسبت به آزمون ارزیابی کردند. در جنبستی آزمون باشد مدیر بخش عیب را به گردن خود داوطلبان بار نمود. اکثریتون همینجا به رپتیسیون آمده. اگر همین کمبودی رو اگر شما اصلاح نکنین، اگر هم چیزی بشه و نشه ما سفربر کردن نمیتونیم. بعضی از اعضای حکمان نیز به برآمد داوطلبان دقت جدی نمیدادند. هنگام پیشنهاد سرود یا نوازش از جای خسته برآمدن حکمان یا با تلفن موبیلی گپ زدن داوطلبان را دلشکسته میکرد. دور ناحیوی آزمون انجام یابد و غالیبان به دور ولایتی را خط میگیرند. با این مناسبت دورهای من بعد چگونه صورت میگیرد نامعلوم باقی میماند.